هفته خبر تو خبر داره براتون از سریال خالیبندی های سیدعلی و نوچه های ایرانی و عراقیش که برای دریافت جایزه گوبلز بلورین با همدیگه مسابقه گذاشتن. وقتی سر عظما تو عراق به صخره خورد و رفت زیر سونامی محکومیت و تنفر بین المللی، رسانه های عربی و ایرانیش رو بسیج کرد تا با شوهای احمدی نژادی سر و ته قضیه رو هم بیارن. سخنگوی مطبوعاتی ارتش مالکی که رابطش با مطبوعات مثل رابطه نخود پخته و کلاه سیلندریه گفت تصرف غیر لائق. این گروهک با اهانت و بدون مراعات اخلاق و قانون به نیروهای ما حمله و در نتیجه 8 تن از سربازان عراقی را نیروهای عراقی با حکم مراجع قضایی در حال انجام قانون بودند و در برخورد با این گروهک نهایت خویشتن‌داری رو نشان دادند، ولی منافقین به طور وحشیانه به سوی آنها حمله کردند. هرچند که سخنگوی مالکی تصویری از حمله ساکنان اشرف نشون نداد، اما یک نمونه سلاح مرگبار و وحشت آور کشتار جمعی که ادعا میکرد توی این حمله توسط ساکنین استفاده شده رو نشون داد. و ایضا استخدام هذه المصيادة كما تسمى بالمعنى المحلي ويقوم بضرب المراتب الشرطة والجنود. تلویزیون عرب زبون سیدعلی یعنی الفرات هم برای اثبات این ادعا تصویری تکان دهنده از قربانیان این سلاح مرگبار رو پخش کرد. مجروحی که خودش نمیدونه کجاش درد میکنه و بقیه هم تلاش میکنن خودشون رو خیلی نگران نشون بدن و در به در میگردن ببینن کجاش اوخ شده. بله، ارتش مالکی با خویشتن‌داری تمام برای دفاع در مقابل این تیرکمون مرگبار از لوازم خونگی مثل نفربر BMP، خودروی زرهی هاموی، لودر، نارنجک انداز و انواع تیربارها استفاده کرد. به این میگن رفتار محبت آمیز به سبک مزدوران خامنه‌ای در دیکتاتوری عراق جدید. حالا بریم سراغ تلاش‌های یکی از نوچه‌های داخلی سیدعلی که برای توپ چسبون کردن طلسم ولایت جای خودش رو در بین 10 دروغگوی برتر نظام تثبیت کرد. زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزاد رهبری وقتی میخواست خارج بشه گفت یا علی. از اونجایی که پرونده خامنه‌ای واسه همه روه، اینه که هرچی تو عمر سیدعلی گشته چیزی واسه جلب کردن پیدا نکرده، برای همین هم رفته سراغ لحظه تولدش. حالا اینکه این امام جمعه قم بابت این خالی بندی چی گیرش میاد بعداً معلوم میشه. اجالتا بریم سراغ یک امر و آس دیگه نظام که دروغاش مثل خودش در رده فوق سنگین دسته بندی میشه. بنابراین ولایت فقیه تمرین ولایت امام زمان علیه السلام هست. من اغلب افرادی که به من کاغذ یا چیزی دادن گفتم برای ما یک چیز بنویس، نوشتم با عشق ورزی به ولایت فقیه عشق ورزی به امام زمان را تجربه کنید. بنابراین ولایت اساس و پایه اسلام و دین
و دنیا و آخرت و بهشت و جهنم و اساس سعادت بشره. باز این گروبان گارسیای نظام داره مجید خامنه‌ای رو میگه که مابزاش از سیدعلی درجه نظامی گرفته. حالا یه فلک زده دیگر رو ببینید که داره کفشای رحیم مشایی رو جفت میکنه که خود رحیم مشایی جوراباشو دارن تو نظام پاره میکنن. آقای مهندس رحیم مشایی فارغ از عناوینی که اطلاقاً اختیار فرمودن، به من اجازه بدید که ارادت قلبی خودم رو به ایشان اظهار بدارم. یه ویژگی بارز دارند و این است که ایشان نظیر بر مدبر بودن نام بزرگ و کوچک ایشان یعنی اسفندیار و رحیم مشایی که نام خانوادگی ایشان هست و همه عناوین ایشان مقدم است و به همین سبب است که در هر کجای ایران سراغ بگیرید ایشان رو به نام می‌شناسند. قیام می‌کنیم به احترام آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی، افتخار ایشان. هرچی که این مجریه واسه رحیم مشایی پپسیوا میکنه، از اون طرف تو خود باند ولی فقیه کسایی پیدا میشن که هرچی خورده رو از دماغش در میارن و راهی طویلش میکنن. خب آقای احمدی نژاد این همه احترام، این همه اعتراض، تو فوش ندادن مردم، خب بسه دیگه اینو بذار کنار این یا ابو علفی رو. حیف خر به من نمیگذرم، میگه بس کجاش بسه؟ حیف خر. بابا خر بار میبره راحت، 2 ماه میگذره یه ار نمیکنه، 2 هفته یه بار یه زر مفتی میزنه. خب آقای خدایا این مشایی رو امشب بکشش. البته این نوع به هم پریدن ها توی نظام فراوونه. نمونه دیگهش مسابقه مشتزنی احمدی نژاد و مصلحی بود. 3 هفته پیش وقتی یک رسانه خارجی از احتمال برکناری مصلحی خبر داد، تلویزیون نظام به دست و پا افتاد و اومد توی یک برنامه از این شایعه غبارروبی کنه. شایعه تغییر خودتون رو توسط العربیه پخش شد شنیدی؟ شنیدم بله. منابع موثق در دولت ایران اعلام کردند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از مقام خود برکنار کرد. به گفته این منابع اختلافات شدیدی بین احمدی نژاد و مصلحی درباره شیوه اداره امور امنیتی وجود داره. آقای مصلحی واکنش شما هنگام شنیدن این شایعه چی بود؟ هیچ حرف باطل یکی میزنه چه عکس عملی داری؟ لبخند. بله، ولی کمتر از 3 هفته بعد این لبخند جای خودش رو به زهرخند داد. یک شنبه شب خبری مبنی بر موافقت رئیس جمهور با استعفای وزیر اطلاعات و انتصاب وی به سمت مشاور اطلاعاتی رئیس جمهور در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد. کار به جایی رسید که خامنه‌ای مجبور شد خودش رو وسط بندازه تا عباش از این که هست پاره‌تر نشه. ساعتی بعد رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن مخالفت با این اقدام ضرورت ادامه کار آقای مصلحی رو به عنوان وزیر اطلاعات مورد تاکید قرار دادند. اما برگردیم به رقابت بر سر گوبلز بلورین و مسابقه دروغگویی در نظام. شرکت کننده بعدی یک تازه وارده که میخواد دماغی بین دماغها دراز کنه ولی به جایی نمیرسه. خوشبختانه ما چیزی جز فرصت ندیدیم، به عبارتی از این به اصطلاح تحریم چیزی جز زیبایی و فرصت برای کشور خودمون ندیدیم، به طوری که بعضی از همکاران ما در وزارت نفت میگفتن که ما بایستی تشکر بکنیم از مقامات آمریکایی که تونستند با این کارشون بهترین فرصت ها رو در اختیار ما قرار بدن. بله، یکی از فواید تحریما و سهمیه بندی بنزین هم این نمونه از بکارگیری موتور به جای میلیبوسه که تا قبلش به عقل هیچ کس نمیزند. مسابقه گوبلز بلورین رو بدون هیچ برنده‌ای همینجا رها می‌کنیم و میریم سراغ یک همایش پرطرفدار و جذاب درباره بهداشت و درمان در نظام که حتی دانش آموزان دبستانی رو هم به خودش جذب کرده.
البته نه برای گوش کردن بلکه برای پفک خوردن. در مورد چی سخنرانی رو صحبت کردن؟ حالا ما که گوش نکردیم. این سخنرانی به درد شما میخوره؟ نه اصلا به دردمون نمیخوره، ولی خب متاسفانه ما رو آوردن. به نظر تو این همایش سودی هم برای دانش آموزای شما داشت؟ نه. و اما در انتهای این خبر تو خبر 2 سوتی براتون انتخاب کردیم که اولیش به ماجرای ناگوار در یک برنامه زنده از پشم شیشه سیدعلی برمیگرده. 4مین پژوهش سمینار پژوهشی است که برگزار میشه. سمینار قبلی در دانشگاه تهران برگزار شده، امسال در دانشگاه تربیت و مدرنی. ببخشید میخوام ما یه وله‌ای رو بریم تا اینکه اشکالی که تو استودیو واسمون پیش اومد برطرف بشه. پایان بخش برنامه امروزمون هم یک مصاحبه پخش نشده از تلویزیون نظامه که در اون یک هموطن سال خورده به جای پاسخ به سوالات کشکی خبرنگار رژیم اون رو سر کار میذاره. این دید و بازدیدهای عید فکر میکنید چه فایده ای داره؟ بله. چه فایده ای داره این دید و بازدید؟ بله. الان چه فایده ای داره این دید و بازدیدها؟ چه فایده ای داره؟ اینجا اینجا محل چیزر و کوچه شهید محمدی و منزل حاج حسین چیزری و دید و بازدیدا همدیگر دیدن چه فایده ای داره؟ فایده این چه سالی که یه خرج و بالخرجی و باید اسکناس خرج کنی ولی اون فایده دیگه نداره. چه فایده ای داره؟